با سلام خدمت دوستان و همراهان پیج مجموعه استاد عبدالله. سنگبری 3220 رونیکس متاسفانه امروز سر کار در حین کار زده بیرون. فقط شانسی که آوردن یکم شلوارشو پاره کرده بود و یه خطی انداخته بود، کار به بیمارستان هم نکشید ولی خط انداخته بود و خونی کرده بود و خورده بود به سنگا و تیکه پاره شده بود صفحه، به کسی نخورده بود. حالا ما میخوایم اینو هم تعمیر بکنیم براتون، هم دلیل در اومدنش از این تو رو براتون در حین کار بگیم، یعنی نهایت خطر، یعنی خاک بر سر استاندارد. باز میکنیم، تعمیر میکنیم و دلیل رو بهتون میگیم. خب دوستان، گیربکس رو باز کردیم. همینطوری که میبینید پریسم همینجوری دور برش الان به دستم خود پیدا میشه. بله، پریس دورش زیاد و خدمتتون مال این درب گیربکس این پلیس ها همجور خورده و دیگه زده بیرون. خدمت شما عرض بکنم که این گشاد کرده دیگه، از بس همجور لک میزده ته گشاد شده تو بلبورینگ. این قسمت خار نیمای کوچیک که باش این دنده رو میدن، ببینید چقدر گشاد کرده و ببینید به چه راحتی میره جا. به همین راحتی با یه خار این نگه داشته میشه و به مرور لک شده. ببینید درب گیربکس هم به همین راحتی میره جا و به همین راحتی هم در میاد و توی اون دور بالا بازی کرده و خاره افتاده و زده بیرون. این خارم حتی نتونسته نگه داره، خارم رد کرده و متاسفانه زده بیرون. این اتفاق افتاده و البته خدا رحم کرده. این مدل کاسه گیربکس رو بعضی برندها دیگه دارن، مثلا اکتیو مدل داره، فقط ته آرمیچر این بلبورینگ 608 اون بلبورینگ 6000 گذاشته. امیدوارم اینو که میبینن و به جون آدم به قول معروف ارتباط مستقیم داره، بیان مثلا دیگه تغییر بدن این مدل گیربکس ها رو. خدمت شما عرض بکنم که این مدل دستگاه اگر مثل ما به لوازمش دسترسی نداشتین، که البته اینا رو ما به کارآموزامون همه توی اپلیکیشن گفتیم و هر دستگاه جدیدی هم که میاد و این موارد رو داره ما توی گروه پشتیبانی به کارآموزامون کامل منتقل میکنیم. پس اون دوستانی که میخوان برای ما دستگاه بفرستن، ما میگیم توی شهرتون کارآموزمون هست، بدین به کارآموزمون، خاطر جمع باشن که همه این نکات کارآموز ما میدونه، نگران نباشن. خدمت شما عرض بکنم اگر دسترسی نداشتید مثل ما به قطعات این دستگاه، آرمیچر 61 بوش 61 روی این میتونید استفاده بکنید. فقط ته جاذقالیا رو یکم سنگ بگیرید کوتاه بشه که به کلکتور گیر نکنه. اگرم یه وقتی قسمت قفل دستگاه کاسه گیربکس دستگاه قفلش شکست و طرف نمیخواست عوض کنه و احتمالاً دنده هم خواست تعویض بشه، دنده 61 هم با شافت 61 میتونید به صورت پرسی جا بزنید به این دستگاه، دیگه خاطر جمع و این مشکل رو هم نداشته باشه. این دو مورد هم خدمت دوستان گفتیم. ما برای اطلاع دوستان اگر نظری دارید، موردی اینجوری براتون اتفاق افتاده و در کل تجربیاتتون رو از دستگاه ها کامنت بکنید. همه کامنت رو میخونن و همه با هم آگاهیمون بره بالا و اگر آگاهی، سطح آگاهی مصرف کننده و مردم بره بالا، هر چیزی رو هر کسی به هر قیمتی نمیتونه دیگه بده به مردم.